به نام خدا، به نام خداوند هستی و زمان. اتفاقهای 13 روز گذشته از 366 تا 379 جنگ فلسطین و اسرائیل مرا به این باور نزدیک تر کرد که خداوند فرمانروای کل هستی و آخرت و قدرتی محض است. حال که با بانی شروع جنگ پیش خدا پرواز کرده است، کسانی که این کشتار را ادامه دادند و حق زندگی کردن از امتی را گرفتند به چه سرنوشتی دچار می شوند. خداوند صبور است و با خبر از زندگی ما در آینده و آخرت. او برای حکم کردن مدتی انسان را وادار به زندگی می کند و بعد به اقتدار زندگی انسان را روی زمین و بعد از مرگ می سازد. پس برای مواجه شدن با قضاوت‌های خداوند مدتی را باید روی زمین زندگی کرد. آن مدت در زندگی انسان‌ها به خواست خداوند متفاوت و مختلف است و بستگی به کردارهای خوب یا بد انسان‌ها در مسیر زندگیشان دارد. خداوند سرنوشتی در خور آن رفتارها برای آنها رقم می‌زند و هیچ احدی توان تغییر آن را ندارد. انسان‌ها در زمانهای مختلف به نحوه‌های مختلف از زمین به سوی خدا پر می‌کشند و زندگی در زمان همچنان برای دیگران جریان دارد. خداوند به نحوی به من فرمودند که ظلم انسان‌ها بی جواب نمی‌ماند و خداوند به نحوی به آنها رسیدگی می‌کند. تمام انسان‌های روی زمین حق زندگی کردن دارند و اگر آن حق از آنها به وسیله انسان دیگری گرفته شود، فرد قاتل در طی زندگی روی زمین و بعد از مرگ باید پاسخگوی آن کشتارها باشد. همانطور که در چند روز اخیر شاهد جبر خداوند در زندگی شخصیت‌های برجسته و جوامع و امت‌های مختلف شده ایم، بهتر است که به وجود خداوند ایمان بیاوریم و باور داشته باشیم که خداوند دیر یا زود به حساب اعمال خوب و بد ما میرسد. در مسیری که پروردگار برای ما انتخاب کرده است باید صبوری کرد، چون خداوند بی‌دلیل نیست. خدای شکر، خدای شکر، خدای شکر.